سلام. امشب 12 تیر ماه، الان ساعت 9:30 شب 2 تا ماشین بار برام اومده. چون که آشورا و تاسوها رو داریم امروز خواهیم یه حراجی فوق‌العاده بتره کنیم. یک، این مای صافی‌ها از این سایز 500 گرم داره تا 300 گرم. این هم کیفیت مایش، یعنی خداییش مایی از نظر سرحال و زندگی بار قایقه، شفاف و خوشگل. فردا دونه 25,000 تومان، دونه 25. هر کی اومد زودتر مثل جریان کاتوها میشه، درشت‌ها رو میبره تهش هم که خدایی میارزه به این قیمت. دو، این مای تلالا هم داریم به این درشتی، یعنی اصلا داخلش لاکردار ریز نداره. قیمت اینا فردا دونه 10,000 تومان، دونه 10,000 تومان به این کیفیت. خدایی لاکت هم محیط چقدر دلار شفافه. میریم سراغ اصل مطلب. از این شیرنیز خوشگل دارم به این کیفیت، بار قایق، بار خوشگل قشنگ، بار زنده. یعنی اصلا سایز رو نگاه میکنیم اکثر 400 گرم، 450 گرم، 300 گرمی هم تک و توک داره، نمیگیم نداره. قیمت شیرنیزها دونه 40,000 تومان، دونه 40,000 تومان. در ضمن این گیج دفسیا 298 تومان، گالت قیمت 180,000 تومان، فردا قیمت 149,000 تومان. سفارش آنلاین هم نداریم چون خیلی از شهرها اتوبوس ندارن این دو روز. ما این حراجی که زدیم این دو ماشین فقط برای فردا و پس فردا که فکر کنم فردا تمام بارون پای حراجی در خدمت. آقا هوای مشتری که داشته باشی، مشتری اینجوری هوازی داره. 13 تیر ماه 1404. دمتون گرم واقعا.